اجازه میخوام که دعوت بکنم از معاون محترم رئیس جمهورمون در دولت اصلاحات جناب آقای ابطحی تشریف بیارن و هم پای صحبت‌هایشون بشینیم. بفرمایید. ضمن اینکه بسیار متشکریم از همه کسانی که در سالن‌های اطراف الان هستند و صدای ما رو میشنوند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. چند ماه پیش وقتی که انتخابات آمریکا بحث شده بود، در مصاحبه‌ای با آقای احمدی نژاد از ایشان راجع به انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا پرسیده بودند. ایشان گفته بودند که نمیگذارند آقای اوباما رئیس جمهور بشه. فرهنگ نمیگذارند اونقدر عمیق و جدی شده بود که حتی در مورد آمریکا هم با اون فرهنگ به اون کشور نگاه میشد. این ما در اینجا شاید اصلی ترین حرفمون اینه که ما میخواییم تعیین کنیم که و چه کسی رئیس جمهور ایران بشه و ما هستیم که مشخص میکنیم، لااقل علاقمندیم این رو اعلام بکنیم، ما هستیم که مشخص میکنیم که رئیس جمهور آینده چه کسی خواهد بود. من در این فاصله 3 نکته رو فقط میخوام اشاره بکنم بهش. نکته اول، آقای خاتمی به من گفتن که اگه دلایلی رو داری، حالا من شاید جای صحبت کردن نبود اینجا، اما من اینجا به عنوان یه شهروند حرف میزنم، گفتن اگه دلایلی که برای آمدن آقای خاتمی هست رو لیست کنید، اینجا هر کسی چند تایی رو بگه. من 3 نکته فقط میخوام اشاره کنم. اول اینکه ملت ایران ملت بزرگیه، ملت پرتاریخیه. خاتمی تراز ملت ایرانه. ما در این سالها ملت ایران تحقیر شدند در سطح ایران و در سطح بین‌المللی. این تحقیر باید جبران بشه و من فکر میکنم که بزرگترین دلیل برای آمدن آقای خاتمی رفع این تحقیر تاریخی ملت بزرگی به نام ملت ایرانه که ترازش شخصیتی مثل خاتمی است که رئیس جمهورش باشه. 2، من در ممارست زیادی که با آقای خاتمی داشتم یک نکته بسیار تحت تأثیر قرار داده منو همیشه، و اون این که آقای خاتمی باور درونی به انسان محوری داره. انسان در ذهن آقای خاتمی ابزار نیست. انسان در ذهن آقای خاتمی تنها موجود تعیین کننده سرنوشت خودشه. این نکته رو هم من بارها در سخنانش، که حالا شاید در سخنانش همه شنیدیم، در رفتار و باور شخصیش و عمق باور شخصیش هم دیدم. این دومین دلیل منه که این جامعه به یک رئیس انسان محور نیاز داره، نه به کسی که انسان رو ابزار فکر میکنه. 3، آقای خاتمی در شرایط فعلی معتقدم دیگر نمیتواند کاندید نشود. آقای خاتمی به باور جامعه این رو منتقل کرده که اگر بیاید جامعه رأی جامعه رو حتما خواهد داشت. کسی که رأی جامعه رو خواهد داشت، حتی اگر بسیار سخت باشد در آینده مدیریت چنین کشور به هم ریخته‌ای، اما انتظار تاریخی ملت ایران این است که اگر کسی میتواند او را از این شرایط فعلی نجات دهد. و السلام علیکم و رحمت الله.